تا حالا به اعداد روی پالس اکسیمترت نگاه کردی؟ یا فکر کردی دقیقاً چیو دارن نشون میدن؟ توی این ویدیو قراره در کمتر از 3 دقیقه یاد بگیری چطور این اعدادو مثل یه آدم حرفه‌ای تفسیر کنی. پالس اکسیمتر دستگاهیه که با نور میزان اکسیژن خون و تعداد ضربان قلب شما رو اندازه میگیره. بدون نیاز به سوزن، بدون درد و خیلی سریع. عدد اول معمولاً بین 95 تا 100 نشون داده میشه و این همون درصد اکسیژن خون یا SpO2 هست. اگر این عدد کمتر از 94 باشه، یعنی سطح اکسیژن بدنت پایینتر از حد طبیعی شده و بهتر وضعیتت رو زیر نظر بگیری. اما اگه عدد به زیر 90 برسه، این میتونه نشونه کمبود جدی اکسیژن باشه و لازمه حتما با پزشک مشورت کنی. عدد دوم معمولاً بین 60 تا 100 نوسان داره. این همون تعداد ضربان قلب در دقیقه است. اگه در حالت استراحت خیلی کمتر از 60 یا بیشتر از 100 باشه، بهتره حتما با پزشک مشورت کنید، چون ممکنه نشونه فشار، استرس یا حتی مشکل قلبی باشه. بعضی مدل‌ها در کنار اعداد یه نمودار موجی یا چند ستون عمودی هم دارن. این بخش در واقع نشون میده قدرت پالس خون چقدره. هرچه موجها منظم‌تر باشه، یعنی دستگاه اندازه‌گیری رو با دقت بالاتری انجام میده. حالا که معنی عددها رو یاد گرفتی، اگه خواستی یه دستگاه دقیق و مطمئن داشته باشی، لینک مشخصات مدل‌های مختلف پالس اکسیمتر خانگی و حرفه‌ای رو براتون توی توضیحات گذاشتم. میتونی لینک رو بررسی کنی و اگر نیاز به توضیحات بیشتری داشتی، به پشتیبانی پیام بدی.